یک مرد زندانی هنگام فرار از محبس رقم 4 در دوشنبه معروف با نام یکم سویتسکی کشته شده است. مقامات گفتند واقعه شب 21 اکتبر امسال رخ داد و در این حادثه ناظر محبس اسماعیل کاملزاده سخت مجروح شده فعلا در بیمارستان بستری است. طبق اطلاع رادیوی آزادی، فراری 50 سال داشته با جرم افراطگرایی محکوم شده بوده است، اما تا حال مقامات حیثیت او را آشکار نکردند. بنا به منبع خبر، رستم دولتов سردار شعبه جراحی بیمارستان گفته است اسماعیل کاملزاده از پشتش ضربه خورده تا قفس سینه‌اش جراحت برداشته است. این هم در حالی است که روز پنجشنبه هفته گذشته یک منبع از شهر دوشنبه به رادیوی پیام خبر داده گفته بود که در محبس یکم سویتسکی یک شورش خورده به میان آمده 7 نفر کشته شدند، اما به خاطر تایید نشدن از منبع‌های دیگر این خبر رسانه‌ای نشده بود. کوشش فرار و کشته شدن یک محبوس زندانی یکم سویتسکی به زمانی راست آمد که با امضای قانون عفو در نظر است هزارها محکوم شده از زندان‌های تاجیکستان رها شوند. روز 28 اکتبر بیش از 500 زندانی محبس یکم سویتسکی عفو و از زندان آزاد گردیدند. در میان آنها افرادی نیز هستند که با جرم افراطگرایی حکم گرفته بودند.